زده ایشون، یا گفتن ابوالفضل مظهر عزت عالم است. مثلا اگر بنده، ببینید بنده یه چیز دیگری عرض بکنم، دیروز در روزنامه خراسان یه مقاله نوشته شده، الان تمام مملکت رو این مقاله به هم ریخته. دو دسته شدن شیعیان، یکی میگه آقا این غلط کرده که نوشته، یکی میگه آقا نه خوب کرده نوشته. چی نوشته این آقا؟ همین بی‌انصافی‌های این گونه‌ای که بعد آقا من رفتم عرض می شود که در یک مجلسی و دیدم خطیب اون مجلس، سخنران اون مجلس از جنگیدن امام حسین میگفته و از ضربه زدن امام حسین و از شجاعت امام حسین میگفته که اینجوری ضربه میزد اونجوری ضربه میزد. و یه پسر من که کنار من نشسته بود یاد جمان افتاد. خب چه معنی داره که ما بیایم بحث کنیم که امام حسین مثلا چقدر زده چقدر رفته، علی اکبر چجوری جنگیده، علی اکبر چجوری جنگیده؟ ما بیاییم راجع به فلسفه قیام عاشورا صحبت کنیم. این حرف جفنگه. یه بخشی از تاریخ ادبیات دنیا حماسه است. حماسه است که جالب اینه که تاریخ ادبیات دنیا یه بخش عمده‌اش حماسه است و اصل حماسه‌هاش دروغینه و اسطوره سازی است. مثلا بزرگترین حماسه ادبیات پارسی ما چیه؟ شاهنامه. فردوسی. چه خوش گفت فردوسی پاک ذات که رحمت بران تربت پاک بود. فردوسی این چندین هزار شعر حماسی رو سروده. بعد خودش میگوید که رستم کسی نبود منش کردمی رستم داستان. میگه رستم یک کسی بود در زابل در سیستان، یه آدم عادی بود، من در این قلم پردازی خودش میگه منش کردمی رستم داستان. بعد یه اسطوره بوده. اصل این هم فقط به خاطر یه مثلا حماسه سازیه که فردوسی شیعه اثناعشری بوده. بعد خدا کار خیر میخواست بکنه، پول نداشت این پل تابران توس رو بسازه. گفت خدای چیکار کنم؟ رفت قول گرفت از سلطان محمود خوارزمشاه که همچین شاهنامه‌ای بپردازد و او به ازای هر بیتی 1 درهم بده، 1 دینار بده، مثلا میشه 30,000 دینار و اینو خرج مردم بکنه. تا آخرش هم او وفا نکرد به عهدش. الا شاه محمود کشورگشای اگر دین نداری بتز از خدای. فردوسی هم یه شعر هجو گفت، اونم دستور قتلش رو داد و فردوسی آواره شد. بعدم گفت که تو من رو پولم رو ندادی به جرم این که من بدکیشم، یعنی شیعه و رافضی هستم، گر از این بدایت گناه من است. هر آن کس که در دلش بغض علی است از او خوارتر در جهان زار کیست. نباشد به جز بی پدر دشمنش. به طعنه به سلطان محمود میگه تو بی پدری. نباشد به جز بی پدر دشمنش که یزدان در آتش بسوزد تنش. درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی. منم بنده اهل بیت نبی. تو گفتی که من ستاینده علی ابن ابی طالبم. کی گفته من ستاینده علی ابن ابی طالبم؟ من ستایشگر خاک زیر پای علی هستم. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع بر این زادم و هم بر این بگذرم. یقین دان که خاک پی حیدرم. گرن زید مدایت گناه من است. بعد میگه تو اگر پدرت پادشاه بود و گدازاده نبودی انقدر خلف وعده نمیکرد. حالا مثلا ما حماسه شاهنامه رو با اینکه یک حماسه 100% دروغینه، با اینکه نه از اون کیفیتی حاصل نه حال، با اینکه توسط حماسه شاهنامه 1 روز مرزهای ایران در طول تاریخ پاسداری نشد و حفظ نشد، اما به 4 تا یا حسین گفتن و تا کربلا چند کیلومتر دیگه مونده 1000 کیلومتر مرز ما در 8 سال به یا حسین نگه داشته شد. درسته؟ و با سینه زنی و با روبند یا سربند یا ابوالفضل بدون شاهنامه خوندن توی میدانهای ما و پشت جبهه طبل زورخونه میزدند و از میشود میخواندن که منم رستم داستان. بله شاهنامه میخواندن. حماسه و ذکر مسائل امام حسین حماسه ایجاد کرد و تأثیر داشت. حالا اون حماسه ها رو میپذیرید، حتی برای مختار مثلا فیلم میسازیم
مختار یا مثلا ابراهیم مالک اشتر در یک فیلم میتواند با ضربات خودش 200 نفر رو در آن واحد، یکی بیم میزنه، یکی چپ یکی راست، بپره بالا، از روی سپر، از روی زین، همه کار بکنه. اما اگر در یک مقتل معتبر تاریخی گفتن علی اکبر در 2 حمله‌ای که کرد 200 نفر رو از پا در آورد، فوری وقتی دل مریضه میگه آقا ببینید اگر 200 نفر رو طناب ببندیم بیاریم قفل زنجیر کنیم و بگیم 200 تا رو سر ببر، 200 تا سر بریدن چقدر طول میکشه؟ هر سری که ببردن نیم ساعت طول میکشد، پس 200 تا 100 ساعت طول میکشد. مرد حسابی وقتی میگن کسی از پای در آورد در جنگ که نمیگن که آقا بیا این دست و پاشو برو قشنگ مرتب اول آبش بده و بعد بخوابونش. یک ضربه توی تمام فیلم ها میبینید مثلا کاتا در ضربات این چی ورزش های رزمی چیه که شخص در حالی که میچرخه با هر ضربه یک نفر رو به تصور خود از پا در میاره. اگر فیلم های بروسلی باشه و فرض بفرمایید که جکی جان باشه و جومانگ باشه میشود، خلاف عقل نیست، خلاف عقل نیست. اگر حتی مختار رو بخوایم به نمایش در بیاریم که ما چرا مختار میشده، ابراهیم مالک اشتر میشده، اما اگر علی اکبر باشه یا بگیم ابوالفضل این کاری کرده، یا اگر خطیبی آمده گفته امام حسین ظهر عاشورا جوری میجنگی که ابن سعد گفت ما حریفش نیستیم، دور بشید ازش، از دور فقط با سنگ و تیر بزنید. ویحکم هذا ابن قتال العرب، این پسر علی است در شجاعت. اینجا این آقا آمده با تمام پررویی و وقاحت و تخطئه و استهزاء که آقا شما چرا مثلا از این حرفا دم میزنید؟ خب امام حسین در یک حماسه واقعی هست، ما نگیم. امیرالمومنین در جنگ حنین تمام سیر و مغازی اهل سنت نوشتن، تمام کتب سیر، که وقتی قبیله هوازن حمله کردن به سپاه رسول خدا و تیرباران کردن از دو طرف در اون سپید دمان، 12,000 لشکر رسول خدا فرار کردن. تمام تاریخ اهل سنت نوشته، تاریخ یعقوبی رو ببینید، تاریخ طبری رو ببینید، همه رو ببینید، همه فرار کردن. 6 نفر از پسر عموهای حضرت رسول الله از بنی هاشم نشستن کنار مرکب پیغمبر و مرکب رو نشوندن، کس کردن. 6 نفر، 12,000 نفر در رفتن که پیغمبر اکرم به عباس عموشون فرمودن، چون جهری و صوت بود، صداش بلندگو بود، فرمودن صدا بزن یا اصحاب سورة البقره، یعنی انصار شما چرا، ما زیاران چشم یاری داشتیم، شما چرا در رفتید؟ و تمام اون کتب رو که ببینید میگویند که عباس به پیغمبر گفت یا رسول الله دیدید امروز علی هم در رفت؟ پیغمبر فرمود ساکت باش، عمق لشکر دشمن رو نگاه کن. گفت دیدم علی ابن ابی طالب یک تنه در وسط 50,000 نفر داره میجنگه. حالا من اینو نگم که بعد پسر عرض میشود منگول تو بگه آقا این جمهور هست یا نیست؟ خب پسرت بی خود کرد با پدرش، تو باید برای پسر توضیح میدادی. این ظلم در حق امیرالمومنینه. لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ابن عبدالحدید سنی معتزلی میگوید ضربات علی ابن ابی طالب در جنگ بکر بود و عرب تمام انواع ضربات شمشیرزنیش رو در اصل از علی ابن ابی طالب گرفته است. بعد توضیح میده که ضربات اصلی شمشیرزنی عرب 7 ضربه است، هر 7تاش از علی ابن ابی طالب گرفته شده. بعد میگوید علی ابن ابی طالب چنان ضربه میزد که یک ضربهش ضربه دوم لازم نداشت. و اذا قد و اذا قد، از سر که میزد دونیم میکرد، از بر که میزد به دونیم تقسیم میکرد. حالا بگیم آقای ابن عبدالحدید شما بیا معارف امیرالمومنین را در خطبه توحیدی ببین، آقا هر چیزی به جای خویش نیکوست. هوال بکا. بعد این خیلی بده که شما از امرآس کمتر معرفتتون. امرآسی شعری داده در مدح امیرالمومنین خیلی عجیبه، های دکتر دیدن. علیون در و الذهب المصفا و باقی الناس کلهم تراب. این امرآس گفته علی در است و علی طلای صاف پاکیزه تمام عیار است که بقیه مردم در مقابل علی خاکند. هو البکاء فی المحراب لیلا، شب شنیده از مناجات علی،
اوست کسی که نیمه شب در محراب میگرید. هو الزرقام اذ اشتدت ضرابه، اوست شیری هنگامی که ضربات شمشیرها به هم میخورد و شیر است. بگیم آقای ابن ابی‌الهدی ما که پهلوان نمیخواستیم، این حرفایی که شما میزنی فیلم جمعی در اختیار در ذهن از میشود ما تداعی میکنه. خب فاتحه ذهن شما رو خوندم، شما معکوسید، شما مشکل دارید. اگر شما ریگی در کفشت نباشه چطور این حماسه اصلی عظمت نبرد شجاعت امیرالمومنین نمیبینید؟ چطور ما دم نزنیم؟ یک قصیده ای دارد مرحوم آیت الله سید محمد رضا موسوی هندی، قصیده کوثریه: یا منکر آیات ابی حسن من بحر فضائله ما لا ینکر. ای کسی که منکر نشانه های عظمت علی بن ابی طالب هستی، از اقیانوس فضائل و آنچه را که نمی شود انکار کرد. ان کنت من جهلک بالایام، اگر از روی نادانی و ناآگاهی به تاریخ انکار کردی فضائل ابی شبر، فضائل پدر امام حسن را، فاسأل بدرا واسأل احدا واسأل الاحزاب واسأل خیبر. یعنی ما الکی مثلا حماسه اسپارتاکوس رو بسراییم، چگوارا رو مثلا فرض کن تعظیم کنیم، بگیم چگوارا قهرمان مبارزه مثلا در راه سوسیالیسم و در راه آزادی است. هوشیمینه رو مثلا تعظیم کنیم، اسپارتاکوس رو بگیم آقا قهرمان مبارزه با بردهداری در روم باستان. خب هرکول رو هم همچنین، حماسه اسفندیار و رستم خودمون هم همچنین که همه اسطوره است. بعد نوبت امیرالمومنین و فرزندان او که میرسد در آنچه که واقع شده، در آنچه که اگر نبود از حماسه و شجاعت اونها ما امروز مسلمان نبودیم، بگیم نه آقا این حرفا یعنی چی که در شب عاشورا یا در 10 محرم بیان از شجاعت امام حسین صحبت کنن؟ صحبت نکنن. امیرالمومنین نامه‌ای دارن به معاویه، تعبیرشون اینه: فهمن تو انسان معکوسی هستی. ما گاهی به هم میگیم که مثلا به شوخی میگیم آقا عجب آدم عوضی هستی. معکوس یعنی عوضی، یعنی چپ دیدن، یعنی زاویه دید کاملا عکسه، یعنی چشم احونه. عیب از حقیقت نیست، عیب از چشم احولبین شماست. و این واقعا آتشی در دل. الان دیروز آقا این مقاله در روزنامه خراسان نوشته شده، یه فتنه رو در مملکت به پا کرد. بله آقا شما ببینید که یک عده رفتن هیئت عزاداران متوسل به ذوالجناح رو انداختن. خب کو مدرکت، کو این هیئت کجا؟ بگو ببینیم کجا تا من برم پدرشون در بیاره. گیرم کردن، دیدم یک عده جوان روی سادگی، روی نادانی، روی از میشود شور و شعف رفتن یک گوشه این مملکت هیئت متوسلین به ذوالجناح رو انداختن. اینا چند درصد این هیئت ها؟ ما در این مملکت بیش از 2 میلیون هیئت داریم، چند تاشون متوسل به ذوالجناح شدن؟ تو بخوای با یک اسم متوسلین به ذوالجناح تمام این هیئات متوسل به ابوالفضل و قمر بنی هاشم و زینب کبرا و امیرالمومنین همه رو تخطئه کنی؟ خیلی ناجوانمردی است. گویا باور نمی‌دارند روز داوری که این همه مکر و دغل در کار داور میکنه. 4 سال پیش یا 3 سال پیش شب اول محرم در سایت تابناک یک آقایی که در تمامی عمرش 1 ساعت تاریخ درس نداده، 1 ساعت درس تاریخ نداشته، 1 مقاله تاریخی نداره، 1 مقاله تاریخی در تمام عمرش نداره، عضو یکی از جناح‌های سیاسی ورشکسته مملکته و عرض می شود که الان به کناری. شب اول محرم آقای دکتر فکر می‌کنید چه مقاله‌ای نوشته راجع به مثلا جبهه اصلاحات و به محافظه‌کاران، راجع به عرض می شود که هیچ. شب اول محرم این آقای سیاست بازی که فقط در عالم سیاسته و 1 ورق مقاله تاریخی در دانشگاه یا در حوزه نداشته، 1 مقاله تاریخی در مجله‌های معتبر تاریخی نداشته یا در مقتل شناسی، شب اول محرم 5 صفحه مطلب نوشته بود در اصل رد وجود طفلان مسلم که طفلان مسلمی نداره، وجود نداشتن.
خب از بنده بپرسید که اگر این آقا و از انصاف خودتون و از تاریخ و از انصاف جمعیت و از خود این آقا که اگر انصافی هست، شما تو عمر دست و قلم در تاریخ نبرده بودی، استاد تاریخ نداشتی، در رشته تاریخ نه در دانشگاه نه در حوزه تحصیل کردی، در رشته مقطع شناسی هیچ تخصصی نداری، تو رو چه سنن که اظهار نظر در این باره بکنی؟ گیرم میخواستی اظهار نظر بکنی، هیچ شرطی نبود جز شب اول که همه میگویند باز این چه شورش است که در خلق عالم است، شما یهو بیای کشف کنی که اصلا تفکر مسلمی وجود نداشته. اینا از مریض دلی است، یعنی بنده نمیتوانم هم بکنم اینها رو بر حسن نیت. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. و البته از خود میبرند و زحمت ما میدارند. اگر باور بفرمایید فیلم هایی که همین امسال از عزاداری مردم شیعه در کشورهای مختلف دنیا آمده که ببینید حتی در آفریقا، بنده الان روی موبایل خودم اگر دوستان بیت العباس میتوانستن نشان بدن واقعا زیباست دارم، برای بنده از غنای آفریقا فیلم فرستادن، بیش از 10,000 جمعیت توی خیابان صف کشیدن، سیاه‌پوستای کاملا سیاه با لباس سیاه، زن و مرد، زنها در صف جداگانه، مردها در صف جداگانه، مستقیم میان سینه میزنن. چه سینه‌زی؟ به زبان آفریقایی سهیلی نوحه میخوانن. چه نوحه‌ای بر ابی عبدالله؟ حالا تو برو یه گوشه بگو که آقا سینه زدن چجوری نیست. این ظلمی که بر دستگاه ابی عبدالله میره. رسانه ها کشتی پخش میکنن با دوبانده لباس کشتی، مرد کاملا برهنه با اون لباس رسوا، 2 تا مرد مثلا 1 ساعت کشتی. رسانه ها شنا پخش میکنن، شیرجه پخش میکنن. اهلی نمیگه که این آقا مثلا ممکنه دیدنش خیلی شایسته نباشه و نشان دادنش برای دختر و زن و مردم. بعد حالا در مجلس امام حسین چراغ‌ها خاموش، مردها شلوارشون به پا، زیرپوششون رو در اونان سینه بزنن. آقا حرام است. آقا این از کجا میگه حرام است؟ کی گفته حرام است؟ اگر چند تا مرد برن داخل یک حمام یا میرن استخر عمومی فقط یه شورت باشونه و یک مایو، حرام است؟ اونجا که شلوارشون رو در نیاوردن. اما که بعد از اینجا موضع ریبه است، موجب شهوته که مردها در کنار هم واویلایی است. مردم دلها میسوزد در عزیز صحرا، آتیش گرفتن. تا آمدی تو اگه مریض نباشی چطور اینجا موضع ریبه میبینی و در استخر نمیبینی، در حمام نمیبینی؟ این دید خیلی مهمه. عمر و امیرالمومنین وارد حمام شدن، حمومای قدیمی های دکتر رو، کفای حموم داغ و همون قدیمی های مثل سونای حالا بود، وارد حمام شدن. عمر گفت چه جای بدیست، ببینید تاریخ رو، چه جای بدیست این حمام. آدمی لخت میبینه یک جوری بده. این عبارتش. امیرالمومنین فرمودن چه جای خوبیست حمام، این آب و داغ و این گرما رو میبیند انسان به یاد جهنم میفتد که بپریزد از خدا. هر دو حمامه، هر دو همون آب گرمه، اما ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. نگو آر بر کسی این چونین کسان باد که امسال چندین کشیش با صلیب آمدن به کربلا. دیدید دیگه، با صلیب آمدن در کربلا، در روز عاشورا عزاداری کردن، در بین الحرمین عزاداری کردن، در این حالی که با لباس رسمی کشیشی بودن و صلیب هم به دست داشتن. بعد شما که نامتون شیعه زاده است میایید تخطئه میکنید کل هیئات مذهبی رو که آقا فلان جا یک کسی، ما شنیدیم هیئت متوسلین به ذوالجناح را انداختن. خب اونو غلط کردن با تو، اما چند هیئت متوسلین به ذوالجناح داریم؟ چطور تمام هیئت؟ چطور میگید آقا امروز رو عزاداری به این رو چطور به کجا افتاده؟ به کجا افتاده؟ یا به این مداهای بیچاره. آقا اینها تاجرانن، از این آقایون مداهان میان ذکر اهل بیت رو میگن، مصیبت اهل بیت رو میخوانن. مردم خودشون به اینها صله میدهن. این روش امام سجاد بوده. به کی دادن آقای دکتر؟ هذا الذی تعرف البطحا و عطا و فرزده. چقدر دادن؟ 50,000
درهم حضرت سجاد برای این شعر به فرزدق دادن و فرمودن ما رو ببخش. حضرت رضا چند هزار درهم به دیول دادن. سیره اهل بیت این بوده که شعرا و مداحان خودشون رو صله میدادن. شیعه داره به همین عمل میکنه. برای یک عروسی یک مطرب دعوت میکنه، یک آدمی که بیاد ادا و اطفال و مسخره بازی رو جوک تعریف کنه، یک کسی دعوت میکنن بیاد با شیشتار و با تار و با تنبور و با عرض میشود که پیانو و با ارگ حرام علنی و عملی رو بخوانه. خب میلیون ها تومان داده میشه. اونجا کسی نمیگه اسرافه، اونجا کسی نمیگه که بابت چی، بابت چی. بعد نوبت عزاداری امام حسین که میرسه، آقا اینا دکانه، اینها تجارته، اسم اون آدم مطربه، از میشه بعد به قول شما اصفهانی ها لختی میشه هنرمند. هنرمند اسم اینانی که بذر محبت اهل بیت رو در دل مردم میکارن، بذر محبت اهل بیت رو در دل کودکان و جوانان میکارن و شعله ها رو شعله برتر میکنن، میشه امام حسین فروش، امام حسین کش. همین امروز شعری رو گذاشته بودن که آقای نمیدونم به نام آقای قزوه شعر گفته که حاصل عاشورا شد قیمه و قمه. خب این خیلی گستاخیه، این خیلی بی‌پرواییه، خیلی نامردیه، خیلی جهالت و نادان بوده شاعر این شعر. حاصل عاشورا این شده، بی حیایه، از میشه بیشتر اسم تو گذاشتن شاعر، یک جوان از میشه نادان. نفهمیدن توهین میکنن، مستحق توهینه. یک کسی که در این کشور 10,000 دانشمند بر منبر رفتن سخنرانی کردن، 10,000 نفر مردم سرمایه گذاشتن، حاصل عاشورا شد قیمه. یعنی شما واقعا الان این چند نفری که اینجا هستید در شب‌های عاشورا تا جلسه مشهد بنی فاطمه و شاق الحسین 10,000 نفر واقعا طرف 5 ساعت نشسته برای قیمه. امام حسین فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. بابا اگر دین ندارید لااقل انصاف داشته باشید. حاصل عاشورا قیمه است. بعد در ادامه شعرش میگه بله و غروب عاشورا بود و میدیدم که مداح بر سینه تو سم ازها را میراند. الله اکبر. مداح بر سینه تو اسب سم اسب میراند. مثل این است که بنده بیام روز عاشورا مقتل بخوانم بگم و شمرو جالسون علی صدره، شمر سر امام حسین رو میبری، شما برید شعر بگی و دیدم که این آخوند روی منبر سر تو را گوش تا گوش برید. این ناچبان مرد. امیرالمومنین آقای دکتر ببخشید درد دل هاست، امیرالمومنین از جای عبور میکردن، 3 نفر نشسته بودن راجع به مروت صحبت میکردن در مسجد رسول خدا. امیرالمومنین شنیدن، برگشتن فرمود مروت در یک کلمه است. گفتن در چی؟ فرمود در انصاف. مروت در انصاف است، با دوست و دشمن. مروت در انصافه. واقعا انصافا مردمی که شرکت میکنن در مجالس عزاداری برای قیمه شرکت میکنن. واقعا حاصل عزاداری ها ذلیل کردن امام حسین بود. واقعا تمام منبری ها و مدعا ها میگفتن زینب کبرا زن بدبختی بوده. از اشتباهات آقای مطهری در کتاب حماسه حسینی این است، آقای مطهری فرمایند که بله فلان عالم نقل کرده، فلان عالم نقل کرده که من یک روزگاری از سبزوار میگذاشتم، شبی رفتم وارد سبزوار شهر، شبی رفتم وارد یک مجلس روزه. بعد وقتی که شروع کرد این آقای آخوند روزه خوندن، چراغا رو خاموش کردن. یک وقت دیدم صدای جیغ و سر و صدای مردم بلنده و قوقایی است. بعد چراغا رو که روشن کردن، ای بابا سر بسیاری شکسته و همه صداش میگرفتن. چی شده؟ معلوم شد که این آخوند برای اینکه مردم گریه بکنن وقتی چراغا رو خاموش میکنن سنگ میزنه به سر مردم از بالای منبر تا مردم گریه کنن. از این آقای مطهری نتیجه میگیرن که نباید به هر قیمتی مردم رو گریان. خب عرض ما با آقای مطهری این است که آقا کار ما، تخصص ما تاریخه. در طول 1400 سال تاریخ تشیع، در طول از آل بویه تا الان قبل از صفویه، از زمان از قرن 6 تا الان، این از قرن 6 تا قرن 14 که عزاداری مجلس رسمی داشته و شیعه روزه علنی میگرفته، چند نفر روی منبر سنگ زدن به مردم که مردم بگریونن.
حضرت عباسی چند نفر؟ شما در عمرتون شما شیعه ها از اون پیرمردای ریش سفید تا جوان ها چند تا مجلس دیدید که آخون یا مدا وقت برقال خاموش کنند و از قبل یک چیز سنگ آماده کرده باشه به کله مردم بزنه تا گریه کنن که گریه کردن ثوابه. خب این شانتاژ کردنه، این هوچیگری است، این استدلال نیست، این هو کردنه. و هو کردن و حرفای هیاهوی اینجوری بی خود زدن و بدون مستند علمی. شما در جامعه شناسی اگر میخواید بگید یک چیزی در جامعه رایجه باید برید آمار بگیرید، به تعبیر منطق ارسطویی باید برید استقرا کنید. غیر از این اسم میگن همینطوره. بله نمونه گیری کنید. به عبارتی دیگه امروز میگن باید تحقیقات میدانی داشته باشید. تحقیقات میدانی کنید. در کل عزاداری های امام حسین در طول 500 سال گذشته، اصلا از اول صفویه بگیر، از شاه اسماعیل بگیر، از شاه عباس شما بگیریم، اصلا از اول قاجار بگیریم، از ناصرالدین شاه بگیریم، از هر کی میخوای بگیری بگیر، از بعد انقلاب بگیر، قبل انقلاب بگیر، چند تا مجلس روحانی و مدرسه سنگ زده به مردم که مردم الکی بگیرن که ثواب دارد گریه. یعنی این مردمی که این گونه میگرین، این گونه شعله برن، این گونه میسوزن در ابی عبدالله حسین، همه به زور سنگ گریه کردن. یه چرندی رو یک کسی گفته با شما تکرار کردی. از صحتش محل تعامله. الان همین آقایی که گفته یه هیئت متوسلین به ذوالجناح پیدا شدن و هیاهو رو انداخته در روزنامه خراسان، خب اصل مطلب قابل تحمله که کجا هیئت بگو. آدرسشون رو بگو ببینیم چی هستن. و گیرم اگر بود به خاطر یک کسی مثلا فرض بفرمایید که رفته در حرم بدون طهارت، یعنی باید بگیم همه ریاست. آقا مردم میان در مجالس امام حسین روی ریا گریه میکنن، تو از کجا میدونی از درون دل مردم؟ یک سال میرن فرق میخورن، ربا میخورن، دزدی میکنن، گرون میفروشن، بعد دهه محرم میان خرج امام حسین میکنن. این تهمته. تهمت به تمام کسانی است که دارن در مجالس امام حسین از خرج زن و بچه‌شون مایه میگذارن و این خیمه رو علم میکنن. تو همه رو رباخور کردی، همه رو دزد کردی. و این مال بی‌پروایی و خدا نترسیه که انسان اینقدر جرأت داشته باشه که همه رو متهم کنه. من عرضم رو تمام میکنم. اگر آقای دکتر اجازه بدن، ظاهرا از وقتم گذشت. من خیلی عذرخواهم واقعا هم از ایشون. حقیقت مطلب این است که بنده امشب پیام دادم که نمیام، چون دلم به اندازه کافی عرض میشود امشب محزون بود. دعا بکنیم براش. ما دوستی داشتیم آقای دکتر 25 ساله، هیئتی بسیار اهل خیر، فقط در ماه 313 یتیم رو این اداره میکرد. 13 سالشون به 25 سالشون 10 روز محرم فهمید سرطان داره و خانوادهشون خیلی متمولن، بردنش بلافاصله لندن و شیمی درمانی که 1 ساعت قبل از دنیا رفت. و من به دوستان پیغام دادم که چون ایشون با من خیلی صمیمی بود نمیتونم اصلا امشب شرکت کنم، ولی اینقدر به شما بگم والله و امیر المومنین قسم به قرآن قسم، اگر او از من عهد نگرفته بود که نباید بگویم، به شما عرض میکردم در 2-3 روز آخر عمرش که سراپا درد بود در بیمارستان، چه چیزهایی دید، چطور امام حسین رو دید، چطور حضرت زهرا رو دید، چطور حضرت رباب رو دید، چطور حضرت رقیه رو دید، چطور حضرت علی اصغر رو دید و اونها بهش چه اسراری گفتن. یعنی دیشب که من از خدمت شما مرخص شدم، از ساعت 11 شب تا 6 صبح با این جوان صحبت کردم و چون یتیم بود به من میگفت بابا امروز روز رفتن منه. هر چی اصرار کردن از مادرت زهرا بخواه که بمانی، گفت نه. جدم امام حسین به من گفتن به زودی جامعه جهانی، یعنی دنیا پر از کثافت و آلودگی و فحشا خواهد شد و تو که الان انقدر پاک شدی حیف بمانی، بیا پیش خودم. و امروز روز رفتن منه. عرض کردم اگر نبود که قسم داده
که نگم از چیزهایی که دیده و چیزهایی که شنیده و چیزهایی که او گفتن، چیزی میگفتم که ببینید این یاوه هایی که امروز مثل این عرض می شود مقاله روزنامه خراسان چقدر جاش خواهی است، چقدر ناجوان مردی است در حق ابی عبدالله الحسین. خدا به حق حضرت زهرا او رو امشب با اهل بیت مشهور بفرماید که همین هم هست. پیامبر ما فرموده است اگر حتی انسان سنگی رو دوست بدارد خدا اون رو با اون سنگ مشهور میکنه. و به مادرش و خواهرهاش صبر بده. حماسه امام حسین اینه، غم امام حسین اینه که خواهر ایشون اصلی با من تماس گرفت، گفت آقا ایشون رفت تو کما و چیکار کنیم؟ گفتم آماده باش، امروز روز رفتنشه، دیشب به من گفته و او چیزهایی دیده. بعد گفت که یه عکس برام فرستاد، عکس نقاشی که حضرت زینب با امام حسین دست به گردن هم انداختن لحظه وداع. گفت صبح این نقاشی رو من نشون داده و دست به گردن من انداخته. اتفاقا اسمش حسینه و اسم خواهرش زینبه و من رو بوسیده و زار زار گریه کرده. گفت این عکس امروز خوب ببین. من نفهمیدم منظورش چیه. گفتم چرا دیگه؟ مقاسه بهت بگه وقت وداع و خداحافظی من تو هم رسیده، همچنان که وقت وداع اون خواهر و برادر رسیده. اینهایی که میگن، اینهایی که میگن برای امام حسین خرج میکنن، یک سال دزدی میکنن، گرون میفروشن، چیکار میکنن. الان برید از این بیت العباس بپرسید خرج این 20 شب اینجا چجوری در میره. پولدارهای رباخور و فرخور و کسای دولت، بانک ها میان اینجا پول میدن، جا این مردم گران کتر جمع گردد خیمه ای برپا شود. والله من میشناسم جوانهایی که میرن قرض میکنن، جوانای 17-18 ساله در مشهد قرض میکنن، زیر بار قرض میکنن، 1 سال کار میکنن قرضشون میدن تا یک خیمه ای برپا کنن. چقدر ناجوان مردی است. چطور شما وقتی یک تیم فوتبال، چطور شما نمیایی بگی که آقا در 1 سال 1000 میلیارد تومان صرف فقط فوتبال کردیم و حاصل این فوتبال ما این همه عرض می شود فوتبالیست و مربی بی‌ادب و گستاخ و جسور و استادیوم که نصف استادیوم دارن فوش خواهر و مادر برام میدن. اونجا قلم‌های شما شکسته است، دهان نکبتتون بسته است. چطور مثلا یک آقای راندخار میاد مثلا در 2 سال 15 میلیارد تومان خرج یک تیم دست سوم عرض می شود لیگ برتر و فرتر و از این حرفا میکنه. اونجا نمیگین آقا از کجا آورده، این چه پول مفتی آورده که 15 میلیارد تومان همینجوری عشق اللهی بده به 4 نفر که توپ بزنن که هیچ عنوانی هم ندارن. بعد اگر مردم آمدن خیمه‌ای به پا کردن، روزه‌ای به پا کردن، اینها رو متهم میکنید که اینها 1 سال گناه میکنن، مال مردم میخورن. بعد میگه آقا این سینه زنها هیئتی اون نماز نمیخونن که شب تا صبح سینه میزنن نمازشون قضا میشه. تو از کجا همراهشون بودی برادر من؟ و قصه رو کوتاه کنم با این خاطره. آقای دکتر اینجا برادری میان که دوستانی که اینجا شرکت میکنن میشناسن، به نام آقای ایزدی از همدان. شاید شما دیدیدشون. جوان فریختیش مرتب بیت العباس میاد و برنامه داره، ایام ولادت حضرت ابوالفضل. شاعره، شعرهای خیلی خوب، قصیده‌های سنگین، قصیده‌های 300 بیت، مثلا 300 بیت راجع به زهیر ابن قیم، 3 تا قصیده 300 بیتی فقط راجع به زهیر داره، خیلی منزه و مرتب. ایشون برای من نقل کرد و شاید در این ایام بیاد، اگر آمد بگید خودش بگه. گفت دهه اول محرم شد، یه چند شبی به محرم استادی داریم ما معمم روحانی و درس امامت و ولایت به ما داده. به من گفتن که برو در مثلا حاشیه شهر، یه منطقه پایین، فلان کوچه، فلان خانه، همچین خانه است، اونجا روزه است، تمام این 10 روز رو برو و برای اون روزه بخوان. چون ایشون حق استادی عظیم به گردن من داره، گفتم چشم، میرم این کارو میکنم. روز اول رفتم اون منطقه خیلی پایین و بالاخره گشتم و پیدا کردم خانه خیلی محقری و در بازه. تقیی به در زدم، در باز بود. پیرزن توی حیاط داشت استکان میشوست لب و حوض. گفت بفرمایید. گفتم روز. گفت بفرمایید درست آمدید، بفرمایید تو اتاق روزه بخوانید. رفتیم و دیدیم 4 تا پیرزن نشستن. حالا ایشون بالاخره شعراش در سبک ادبی، شعرهای سنگین. ایشون گفت اصلا موندم چی بخونم، مثلا برای پیرزن و کسی نیست 4 تا پیرزن.
بالاخره یه جوری خوندیم آمدیم بیرون و رفتیم خدمت استادمون. گفتم آقا من حرفی ندارم امر شما رو امتثال کنم، اما ظاهرا مناسبت با موضوع برقرار نیست. مثلا نه من به درد اونا میخورم، نه نمیدونم، ولی شما بگید. ایشون به من فرمود که ساده نباش، آنچه که بهت میگم برو، اونجا سری داره. رفتم روز به روز که رفتم دیدم مثلا اینجا یه حال و هوای دیگری است. در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، یه صفای دیگری است، شور دیگری است. برای مسلمان ها تو پیرزنن، اما یه حال اصلا یه فضای قدسی خاصی داره، خیلی لذت بردن. روز آخر شد، اومدم از خونه این پیرزن بیان بیرون. آقای ایزدی شاعر از همدان، تلفنشون رو بیت العباس دارن، تصاویرشون هم دارن، حتما ایمیلشون هم دارن، تماس بگیر ببین قصه بوده یا نه. اومدم بیان بیرون، این پیرزن اونقدر ساده که پاکت و سله‌ای که میخواد به من بده آورد داد به من، روشم نوشته بود چقدر، مثلا فرض کن 125,000 تومان روش نوشته بود آقای مثلا فلانی 125,000 تومان. آمد در تمام این مدت او تو نمیومد، توی حیاط داشت کار میکرد. فهمیدیم این صاحبخونه است. آمد پاکت رو داد دست من، گفتش که بفرمایید. گفتم نه مادر جان، مجلس مال شما بود؟ گفتم بله. گفتم نه مادر جان، من اینقدر از این مجلس لذت بردم و صفا کردم که دوست دارم این مجلس ذخیره قیامت هم باشه، هیچی از شما نمیخوام و به امان خدا از شما قبول کنیم. بلافاصله گفت حرف مفت نزن. چا خوردیم چی؟ نه به پاکت دادن، نه گفت ببین حرف مفت نزن، جوانی معامله منو با حضرت زهرا به هم نزن. گفتم من مادر جان به معامله شما چی باید؟ چه معامله، چی کاری؟ گفت ببین آقا جان، من مسیحیم، اصلا مسلمان نیستم، کلفت خونه مردم هم هستم، کارگر روزمزدم، هر روز میرم خونه مردم، ظرف میشورم، موکت میشورم، فرش میشورم. 1 سال 50 با حسین شما شریکم و با حضرت زهرا. هر روزی که کار میکنم، هر چی میکنم، نصفش مال امام حسینه به خاطر فاطمه زهرای شما که این دهه روزه بخوانم. من این قرار رو با حضرت زهرا دارم، این قرار منو با هم نظر از من بگیر، برو هر کار میخوای بکنی بکن. ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما، ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما. چطور اینقدر بی خبرید، چطور اینقدر نابخردید که نمیبینید نمیشه با دروغ، نمیشه با حرف 17 میلیون نفر رو راه انداخت برای چلم مرگ یک نفری، اونم بعد از 1400 سال. نمیشه به دروغ این همه آتش ایجاد کرد. اگر مدعاها و منبری ها دروغ میگفتن، دروغ نمیتوانست آتش در دلها ایجاد کنه. کی مدعاها و منبری ها سنگ زدن بر مردم تا گریه کنن؟ والله به جد قسم های دکتر علامه، من برخی از شبها این دهه میترسیدم برخی از روزه ها رو بگم، برخی از جوان ها واقعا جون بدن. میدیدم اینا چنان زجه میزنن از پرده دل، چنان اظهار بیتابی میکنن. شب عاشورا فیلمش هست، حالا در ماهواره هم پخش خواهد شد، که وسط روزه بنده یا یه جوان 23-4 ساله بلند شد بی اختیاری، یعنی بدون هیچ اختیاری، از سر جاش تو زانوش بلند شد، چنان نعره‌ای زد که این 10,000 جمعیت 1 ربع من ساکت بودم، به نعره او گریه میکردن که گفت خدایا چرا من نمیمیرم این مصیبت ها رو میشنم. و یکی چه همجوری راست میگه آقا این عده الکی خودشونو میزنن تا پوز بدن. مگه زدن پوز دادن داره یا خبره داره؟ من یعنی هیچی نبود دیگه پوز بدن. و تو انواع پوز دادن ها رو تو این شهر، همه شهرها میبینی، به اتومبیل، به لباس، تبخترهای وقیحانه‌ای که از کیش شخصیت نشأت میگیره، از حقارت درون نشأت میگیره. همه نوع تبختر، همه نوع تفاخر، همه نوع پوز دادن، همه نوع اطوار رو میبینی. به هیچ کدوم نگفتی این کسی که برای عزیز زهرا به صورت ایستاد گفتی این برای پوز دادن بود. نفسش در سینه حبس شد، داد کشید، میگه برای پوز دادن و پوز چی بده؟ در مقابل این پوز دادن چی بهش میدن که بیاد پوز بده؟ چی میدن واقعا؟ لذا البته عرض کردم یک کلام حرف عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند.
یه مطلبی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد گودی قتلگاه شدن، حضرت سجاد فرمود من داشتم از قصه جان میدادم، جانم به لبم رسیده بود، اما بدن پدرم رو رها کردم، من رو چسبیدم. فرمود مالک یا بقیت المازین اراک تجود به نفسی. این بقیت المازین خودش مصیبت ها. چه میشود تو را ای کسی که تو فقط برای من موندی؟ بقیت المازین، تو باقی مانده ی رفتگانی، میخواهی جان بدهی؟ گفتم چطور جان ندهم؟ بدن برادرم، معلوم میشه اشاره به حضرت علی اکبر داشت، بدن برادرم و پدرم رو به این وضع نمیبینم. فرمون نه عزیز دلم آرام باش، ایمن به من فرموده است از جدت رسول خدا که رسول خدا فرمود همین جایی که الان من و تو و این بدن بی سر رو افتاده هستیم قبه‌ای خواهد بود که تا قیامت پرچمی بر اون میوزد که هیچ طاغوتی نمیتواند اون پرچم رو به زیر بکشد. کو متوکل، کو ضحاک بن قیس، کو صدام. کربلا هست، عزاداری هست، گریه هست، منتها عرض می شود رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. تا چه کسی از حابیلیان و حسینیان باشد، چه کسی از قابلیان رسوا و از شکاکان و از وسواسان خناس. از همه عزیزان، از جناب آقای دکتر، از همه خواهران و برادران پوزش می طلبم که واقعا سینه من تنگ بود، قبلش هم عذرخواهی کرده بودم که نمیام و با خود فکر کردم که همین یک دم هم غنیمت شاد روح اون سید نازنین امام حسینی هیئتی راضی نباشه که امشب به خاطر سوگ و ما مجلس رو ترک بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. شما دعا بفرمایید، دعا رو بکنید. نه اشکتونم چکیده، دعا کنید. خواهش کرد. خواهش. ضمن سپاس فراوان از حضرت استاد و جهت تعجیل در فرج و ظهور حضرت صاحب الامر بقیت الله الاعظم، من احساس میکنم بهترین دعا الان انشاءالله دعای فرج هست که منظور نظر امام زمانم انشاءالله بیافتد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ثمرا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. محمد و عجل فرجا. تقدیر تشکر میکنیم از دو استاد بزرگوار، جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حامد رضا معاونیان از مشهد مقدس و استاد ارجمند سرور گرامی جناب آقای دکتر سید محسن علامه که این دو بزرگوار